سلام دوستان، من الهه هستم. خیلی خوش اومدید به پیج من. امروز هم یه آنباکسینگ جذاب و هیجان انگیز دیگه داریم از دیجیکالا. خب من سریع این جعبه رو باز کنم ببینیم که امروز چه چیزای هیجان انگیزی توی این جعبه داریم. دوستای گلم، تا من جعبه رو باز میکنم، شما که تا اینجا اومدین و یه زحمت کشیدین، لطفاً یه دوری هم تو پیج من بزنید. قول میدم که مطالبی که تو پیجم هست براتون جالب باشه، مخصوصا مطالب دخترونه و خانمانه، و ممنون میشم که اگر از هر مطلبی هم خوشتون میاد برای من کامنت بذارید که من بیشتر در مورد اون محتوا تولید کنم براتون. مرسی از شما دوستان. خب این هم از جعبه امروزمون. بریم ببینیم که چه چیزایی سفارش دادیم. خب اولین چیزی که سفارش دادم دوستان یه دونه ماسک موی بیور هستش که 200 میله همونطور که میبینید. بعد این ماسک مو جوانه گندم داشت و این نمونه که اسانس انار داره. منتها جوانه گندم رو بچه ها زده بود فری سولفات، ولی من سوال کردم این گزینه فری سولفات نبود. ولی خب این یه ماسک همومه که به قول معروف باید شستشو هم داشته باشه. تاریخ انقضاش هم تا 1407. من اولین بار از این نمونه میگیرم. حالا ببینم که بوشم چطوره. شما ببینیدش، ماسک موی بیور. بچه‌ها بوش از زیر پلو میاد. اینجا یکم ریخته ولی خب طبیعتا پیش میاد. باز شده بچه‌ها. همونطور که میبینید این هم بافتشه که نسبتاً غلیظه و فراموش نکنید که حتما هم باید شستشو داره. این توی همون حتما باید بشوریدش. بوی خیلی ملایمی داره. این هم بافتشه که خب البته روی مو بهتر معلوم میشه، اما رنگی هم نیست بچه ها، بی رنگه. فکر میکردم شاید یکم قرمز باشه ولی خب من اینو تست میکنم و بعداً حتما براتون توضیحاتشو مینویسم که چطور بوده و راضی بودم یا نه. بچه گزینه بعدی اینو من تو آنباکس قبلی داشتم، فوم شستشوی اوکشاین بود. البته برای خواهرم خریدم دیگه. من الان اینو باز نمیکنم بچه، تو آنباکس قبلی هست میتونید ببینیدش. قیمتش خوب بود. فقط یه چیزی بگم، خواهر من حساسه، به شدت پوستشو خوش کرد. یعنی چیزی نیست که دوباره سفارش بده. منتها خب دیگه اینو اونیه که خواهر من میخواست واسه اون سفارش دادیم. توضیحاتش توی آنباکس قبلی هست بچه. یه محصول دیگه ای که من گرفتم بچه، این آبپاش مدل اپلیکاتور روغنی هستش که من این دو قلوش رو سفارش دادم. تو باز یکی برای خودمه و یکی برای خواهرم سفارش دادم. میدونید که بچه‌ها برای مراقبت از مو، روغن تراپی یا حتی یه سری ماسک مو یا چیزای دیگه این گزینه میتونه خیلی گزینه خوبی باشه. پس حتما به نظر من تهیه کنید، استفاده کنید. حالا این رندوم بود بچه‌ها، مشکی و صورتیشو فرستاده برای من. بعد اندازه و ابعادش خیلی خوبه همونطور که میبینید. تقریبا قدره. جنسش نسبتاً جنس خوبیه. بازش کنم که جنس خیلی نرمی داره بچه ها. سر براشش خشکه ولی خب خوبه. بعد بچه ها مثلا من برای روغن تراپی که استفاده میکنم واسه موها چند تا روغن سفارش دادم. البته اینا رو من از این روغن ها رو من از دیجیکالا سفارش ندادم، منتها اینجا آوردم که نشون شما بدم. چند تا روغن رو با هم دیگه قاطی میکنم. روغن بادوم تر، روغن نارگیل
روغن کرچک و روغن رزماری. بچه ها من اینا رو با هم دیگه قاطی میکنم، توی این اپلیکاتور میریزم، حتی بهش ژل آلوورا هم اضافه میکنم که خیلی برای رشد موها خوبه، خیلی تاثیر داره، بهتون پیشنهاد میکنم. خب بچه ها محصول بعدی که من سفارش دادم یه کرم مرطوب کننده هستش. بعد این سبزش هست، رنگای دیگهش هست و هر رنگی مخصوص یه نوع پوست استفاده میشه. من سبزش رو سفارش دادم که سبزش به خاطر اینکه پوست من خشک و حساسه، به این خاطر سبزش رو سفارش دادم. اینم به خاطر اینکه یه مقدار ابعادش جمع و جوره و برای تو کیف خیلی مناسبه. قدم سفته باز نمیشه بچه، خیلی درصد رضایت ازش بالا بود بچه. من به خاطر همین بین اون همه کرم اینو سفارش دادم. الان این پکیجش هم که گلگلی و بامزه هم هست، میبینی چیز قشنگیه، مارک گانیرو یه همچین اسمی. این با اسانس آلوورا بچه ها برای پوست خشکه. بعد حالا من تستش هم میکنم رو پوستم ببینم، بوی خیلی زیادی هم نمیده، یه بوی خیلی ملایمی میده بچه ها. اینم تستش که پوشش ریش که خیلی زیاده و منم البته زیاد زدم. فقط این که نمیدونم چرب میمونه رو پوست یا نه بعد از اینکه جذب میشه. یه حجم زیادی من زدم. صابون و اینا که هست بچه ها، بوش هم یه بوی خوبی میده، مثل بوی گل خیلی ملایمی میده. حالا یکم دیگه ببینم جذب میشه چجوری میشه. خب بچه ها محصول بعدی که من سفارش دادم، 2 تا مدلش رو سفارش دادم. کوکتل پدیکوره، یکیش مدل پنجه سگه و یکیش هم طرح دوناته. اینا هم سفارش دادم که حالا ببینم اندازش که خوبه، خیلی کوچیک به نظر نمیرسه، مثلا اینا نیاز نیست زیاد بزرگ باشن. و ببینیدش یه بوی خیلی ملایمی هم میده بچه ها، بوی خاصی نمیده که بگم مثلا خیلی معطره یا این چیزا. این نمونه دوناتش اندازش هم میتونید ببینید یه مقدار از کف دست کوچیک‌تر. و این نمونه هم که مدل پنجه سگه بچه ها. این 50 گرمه، خوبم بسته بندیشون کردن، خیلی خوب بسته بندیش کردن. اصلا این اگه ضربه هم میخورد نمیشکست با این بسته بندی خوبش. بچه ها ببخشید وسط آنباکسینگ ما ویدیو قطع شد، من داشتم این پنجره رو براتون آنباکسینگ میکردم، مجبور شدم دوباره الان از اول فیلم رو براتون پر کنم. بچه ها این پنجره بود، فوق العاده خوشگل و گوگلی با یه بسته بندی کادویی خیلی قشنگه، بهتون پیشنهاد میکنم بگیرید. اینم خیلی خوشگل بود دیگه، من چون برای خواهرم بود بسته بندیشو باز نمیکنم. بعد اینجا شکم بازه بکنم، بوی خاصی هم نمیده بچه. اینا ممکنه تو آب که میذارین روشون پخش بشه. خب بچه ها گزینه بعدی که من آنباکس کردم براتون ریمل کالیستا بود، روش زده بود ریمل گیاهی. این نمونهش، پکیجش خیلی قشنگه بچه ها. اینجا روش قطره های آب داره، خیلی با نمک، صورتش خوشگله. و من این برسش برام مهم بود که به این شکل باشه. این ابعاد برس برای همه چشمی مناسبه. من چون چشم کشیده خیلی ببینیدش سعی کردم برس درشتی نگیرم، ولی این یکی خیلی خوب بود بچه ها. خیلی هم حجمش پره. اینو من دیگه استفاده کنم بهتون میگم. هم موادش به نظر خوب میاد، بعد من بوش کردم هم بچه ها یه بوی تازگی میداد موادش. خب بچه ها گزینه بعدی که من آنباکس کردم مداد چشم واترپروف بود، مداد چشم لیدی گاش بود بچه ها.
و بهتون گفتم که اینجا یه مارکی هم روش زده اصلی، نمیدونم حالا چقدر تاثیر داره. و وقتی که تستش کردم روی دستم خیلی روون و راحت بود بچه‌ها. یه حالت گچی طور داره، شاینی چیزی توش نیست ببینید، ولی نرم و روونه، نه خیلی سفت و خشکه نه خیلی چربه. ببینم که موندگاریش چطوره بچه‌ها، استفاده کردم بهتون میگم. بچه‌ها گزینه آخرم این آبرسان بود. من اینو باز نمی‌کنم چون این واسه خواهرم سفارش دادم و 2 تا بود البته. بچه‌ها این ژل آبرسان تیسلین بود، مدل WG، مناسب انواع پوست. عالی بود بچه‌ها، من استفاده کردم، 1000 بار دیگه تمدید میکنم. پوستم خشک و حساسه ولی عالی بود و برای خواهرام هم سفارش دادم. به نظرم ارزش یه بار امتحان کردن رو داره اگه قصد خرید ژل داریم. خب دوستان مرسی که تا الان همراه من بودید. عذر میخوام وسط آنباکسینگ قطع شد، من مجبور شدم دوباره براتون ویدیو بگیرم. امیدوارم که لذت برده باشین از این ویدیو و ممنون میشم که با لایک با سابسکرایب منو حمایت کنید تا کلی ویدیوهای هیجان انگیز دیگه و به جز آنباکسینگ بچه‌ها ویدیوهای من یه دور توی پیج بزنید متوجه میشید که ویدیوهای آرایشی، بهداشتی و چیزهای دیگه هم تو پیج هست. دوستتون دارم، خدا نگهدارتون.